امروز قرار 8 روش برای پولدار شدن داخل بازی بلاکس فرود در دریای اول را بهتون بگم. روش اول، انجام دادن کوست ها. حالا اومدم این جزیره چون برای مثال دادن خیلی جزیره خوبیه. این کوست ها رو میگیری، دشمن ها رو میزنی و این کارو میتونه جواب باشه برای مثلا گرفتن میوه نور. روش دوم، جمع کردن صندوق ها. اون صندوق ها رو میریم جمع میکنیم و پولش رو میگیریم. زیاد سخت نیست روش اگه حوصله زدن کسی رو نهارین یا شکست دادن باسی رو. روش سوم، کشتن همین باس ها. این جزیره مخصوصا برای این پول در بودن، این جزیره خیلی خوبه. از اینجا کوست میگیریم، باس ها رو میزنید و پولش رو به جیب میزنید. روش چهارم، سرور آپ. میشه گفت بخشی از روش دوم و سومه. وقتی این باس ها رو کشتین از سرور میاین بیرون، دوباره میاین داخل سرور دیگه. البته برای صندوق هم جواب صندوقات، مثلا اگه از این سرور برم دوباره برگردم داخل سرور دیگه احتمال داره دوباره باشم. روش پنجم، فارم کردن دشمن ها با میوه نور و بودا. میوه نور و بودا میوه هستن که برای زدن دشمن ها خیلی خوبه. از راه دور اینطور میزنیشون راحت میبینن راحت داره میزنمش، چیزی هم نمیشه. روش ششم، جمع کردن پول و نخریدن چیزای غیر ضروری. این کارو کنین اگه میخواین پولتون زیاد بشه، میوه مثل بودا یا نور رو بگیرین یا چیزای حتی بهتر دیگه اینا چیزای غیر ضروری نخرین فعلا. مثلا اگه میخواین کلکسیون شمشیر جمع کنین فعلا یه مدت بذارینش کنار یا بر سرگرمی قاچا ندارید. روش هفتم، استفاده از کدهای XP 2 برابر. این کدا رو میزنید XP 2 برابر بهتون میده و وقتی این XP که میگیرید 2 برابر شد میتونید به جزیره های بهتر برین و داخل جزیره های بهتر راحت‌تر میشه پول در آورد. راحت‌تر میتونین دشمنا رو بزنین و پول در بیارین. روش هشتم که آخرین روشه، به دوستتون میگین بیاد کمکتون کنه اگه از شما لولش بالاتره. میاد مثلا جون باس رو کم میکنه، شما آخرین ضربه بهش میزنید و میکشیدش. مقدار پول میگیریم برای XP گرفتن. روش نسبتا خوبیه و همین شد این 8 روش ما.